سلام وقتتان بخیر. چی حال دارین بیننده عزیز؟ طرفایتان خیرتیست دیگه. امروز آمدیم یکی از جایی که کانال قشتیپا میگه دیگه بازسازیش از بازسازیش هم دیگه تا حد تکمیل شده دیگه. آمدیم امروز که از یک ویدیو بگیریم از اینجا، یک چهار طرف معرفی کنیم، معرفی داشته باشیم از کانال قشتیپا که چقدر کارش پیش رفته و چه قسم یک پروژه است دیگه. با ما باشین. امروز گذشته از فن و ساتری و چیزا، امروز میخوایم یک گزارش تهیه کنیم براتون دیگه. بخیر باشین، منتظر ما باشین، منتظر ویدیوی ما باشین دیگه. ما را حمایت کنین، خیلی خوش میشیم دیگه. جانتان جور باشه عزیزا. کانال قشتیپا یکی از بزرگترین کانال های انتقال آب افغانستان و منطقه است که برای انتقال آب رودخانه آمو ساخته می شود. این کانال 285 کیلومتر طول، 108 متر عرض و 8.5 متر عمق دارد و نقطه شروع آن از ولسوالی کلدار در ولایت بلخ است و آب را تا ولسوالی انخوی ولایت فاریاب منتقل می کند. این کانال با هدف آبیاری 550,000 هکتار زمین کشاورزی در طول مسیر ساخته می شود. این کانال آب به رودخانه دریای آمو وصل می شود که این رودخانه از رشته کوه پامیر سرچشمه گرفته و حدود 1126 کیلومتر از آن در قسمت مرزهای شمالی افغانستان با تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و از مجاورت ولایت‌های بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس و هرات جریان دارد. دریای آمو از پرآبترین رودخانه‌های آسیای مرکزی محسوب می شود، به طوری که قسمت‌هایی از آن نیز قابل کشتیرانی بوده و از طریق سواحل بندرهای شیرخان و حیرتان بسیاری از کالاهای صادراتی یا وارداتی افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی مبادله می گردد. این رودخانه به عنوان یک رودخانه بین المللی مرز طبیعی مشترک میان افغانستان با 4 همسایه شمالی قلمداد شده و حد فاصل قلمرو و سرزمین میان افغانستان و این کشورها محسوب می شود. کانال قشتیپا طی 3 مرحله اجرا می شود و آب آن از ولسوالی های خلم، نهرشاهی و دولت آباد ولایت بلخ عبور کرده و به ولسوالی های آقچه، مردیان و خواجه دوکوه ولایت جوزجان رسیده و از آنجا به ولسوالی انخوی ولایت فاریاب سرازیر می شود. در مسیر این کانال بزرگ آبی چندین آبگردان، سیستم های آبیاری برای تولید برق در نظر گرفته شده که با اجرای آن در یک سال 9 میلیارد متر مکعب آب ذخیره و 600,000 هکتار زمین به زمین آبی تبدیل خواهد شد. این پروژه در 3 مرحله اجرا می شود. مرحله اول به طول 108 کیلومتر از کناره دریای آمو در ولسوالی کلدار ولایت بلخ آغاز و تا بخشداری دولت آباد ولایت بلخ ادامه دارد. مرحله دوم به طول 177 کیلومتر از ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ تا ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب ادامه دارد. و مرحله سوم نیز به توزیع زمین‌های کشاورزی تخصیص می‌یابد. بر اساس آمارهای حوزه دریایی شمال، در حال حاضر 5.1 میلیارد متر مکعب آب دریای آمو به ازبکستان، 49.6 میلیارد متر مکعب آن به تاجیکستان و 1.5 میلیارد متر مکعب آن به ترکمنستان می‌ریزد. و به گفته مسئولان اداره انکشاف ملی افغانستان قرار است مرحله اول این پروژه با بودجه 8.2 میلیارد افغانی این فاز را انجام دهد. گزارش شده حفاری 100 کیلومتر اول کانال حدود 91 میلیون دلار هزینه داشته است.
با توجه به محدود بودن حجم آب دریای آمو، کانال قوشتیپه با انتقال 29% آب دریای آمو موجب اثرات مثبت اقتصادی در افغانستان و ضربه شدید به اقتصاد و صنایع ایجاد شده مبتنا بر مصرف بالای آب در کشور ازبکستان و ترکمنستان خواهد شد. همچنین کشور قزاقستان به واسطه قطعی شدن خشکی دریای آمو ضرر بزرگی خواهد دید. جمهوری‌های آسیای مرکزی هیچ توافقنامه‌ای در مورد اشتراک آب با افغانستان ندارند. با ساخت کانال قوشتیپه و زیر کشت رفتن 550 هکتار از زمین‌های منطقه، رونق اقتصادی در این منطقه اتفاق خواهد افتاد. این حوزه با داشتن زمین‌های مرغوب و حاصلخیز و شرایط جغرافیایی و آب و هوای مناسبش می‌تواند تأمین کننده بسیاری از اقلام کشاورزی برای افغانستان و حتی برای صادرات به منطقه باشد. به گفته برخی از کارشناسان، با بهره برداری از این کانال افغانستان می تواند گندم خود را تأمین کرده و حتی صادرات هم انجام دهد. بالاخره رسیدیم به آخر برنامه و امروز آمده بودیم معلومات از کانال قوشتیپه برای شما ارائه کردیم. امید مورد پسند تمامی شما خوبان قرار گرفته باشد. تا برنامه‌های بعدی، تا ولاگ و یا هم مستند و یا هم یک ویدیوی بعدی، تمام شما خوبانه به خداوند پاک و بی همتا می سپارم. ما را حتما حمایت کنید و از ویدیوهای ما را به اشتراک بگذارید. دیگه سرتان به سلامت. خدا حافظ. ناصر.